کارمندان ریاست تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان شام 31 آگوست نویسنده معروف تاجیک و مدیر شعبه کادرهای درمانگاهی بین المللی ابن سینا عبدالقادر رستم را بازداشت کردند. قبلا روز 7 آگوست مؤسس و صاحب درمانگاه تاجیکی و ایرانی ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده در برانگیختن کینه و عداوت اجتماعی، نژادی، ملی، منطقوی، دینی متهم می شود بازداشت شد. اتهام مذکور در رابطه با کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من که ماه مارس سال جاری به تب رسیده بود اعلام شده است. عبدالقادر رستم محرر کتاب مذکور بوده هنگام معرفی نمودن کتاب مذکور در پهلوی خالقزاده بود. مؤلف در کتاب از نمایندگان علاهیده منطقه‌های تاجیکستان انتقاد کرده از وضع فضای صاحبکاری در کشور اظهار نگرانی کرده است. همچون ژورنالیست تصور میکنم که برای نوشتن این کتاب برای مؤلف دو چیز لازم بود. فکر میکنم هم جسارت و هم دیپلمات بودن. جسارت برای ابراز فکر خویش و دیپلمات بودن برای دانستن حد تا چه حد چیز را گفتن ممکن است. قابل ذکر است که خالقزاده با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومین یتیموف و سردار وزارت کارهای داخلی کشور رمضان رحیمزاده مناسبت‌های دوستانه داشته است. یادداشت می‌کنیم که روز 30 آگوست روزنامه جمهوریت مطلب انتقادی ادبیات شناس و سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده را درباره کتاب حوادث روزگار من نشر کرده بود. مؤلف مطلب قید می‌کند که عبدالخلیل خالقزاده با قصه‌های از نقطه‌های دوستانش به بدنام کردن ساختارهای قدرتی تاجیکستان مشغول است. خالقزاده در کتابش بارها به آن اشاره می‌کند که بعضی قصه‌ها را دوستانش رمضان رحیمزاده و سید مومین یتیموف نقل کردند. عبدالجبار رحمانزاده مؤلف کتاب را در تحقیر دادستانی کل تاجیکستان متهم می‌کند. خالقزاده در کتاب خود می‌نویسد که یک ساکن پنجکند برای قطع پرونده جنایی به دادستان کلی رشوه کلان داده است. در اینجا مؤلف به واسطه دادستان کل را تحقیر کرده او را در نزد جامعه بدنام می‌کند. می‌نویسد او حقیقت‌ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. شاعر تاجیک اسفندیار نظر که در غربت به سر میبرد میگوید که صاحبکار و نویسنده عبدالخلیل خالقزاده قربانی مبارزه علیه یتیموف و رحیمزاده شده است. روزنامه نگار تاجیک ظفر صوفی معتقد است که تشبسکار بازداشت یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان میباشد. از افتش یوسف رحمان خواستگار پرزیدنت شده تصمیم گرفته است که افراد نزدیک به سرور دولت را به جای دوم گذارد. عیان است که او خیلی جسارت پیدا کرده است، زیرا آشکارا میگوید که برای به حبس گرفتن عبدالخلیل خالقزاده شخصا خودی او فرمان داده است. صاحبکار و نویسنده نباید قربانی برخورد منصبدارانی بلندپایه گردد. بله، شاید در کتاب بعضی ارزیابی‌های غلط وجود داشته باشد، اما شخص برای اندیشه و اظهاراتش نباید به زندان فرستاده شود. میگوید او ما هیچ وقت به این راه نمیدیم. ما کوشش که ما همه راه و واسطه ها رو اندیشیده ایستادیم که تاثیررسانی افراطی آنها به مفکوره مردم کمتر شود. در آینده نیز کسی که بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها رو آشکار میکنیم، حتما به جوابگری جنایتی میکشیم.